جوانی را نقل می کند که یک جوان در دانشگاه با یک دختری آشنا می شود، رابطه برقرار می کنند، عمل خلاف عفت انجام می دهند، زنا می کنه. این دختر مسلمان گول این جوان مسلمان را می خورد، باردار می شود. مادرش پدرش خبر می شود، برادرش را می خواهند. برادر می رود نزد اون جوانی که به خواهرش تجاوز کرده، یقه‌اش را می گیرد، تذکر میده محض رضای خدا با خواهرم ازدواج کن، آبروی ما را حفظ کن. او چه جواب میدهد؟ من خواهر شما را نمیشناسم، شاید خواهر شما جای دیگر از فرد دیگر حامله شده. قضیه به همین گونه تمام می شود تا اینکه چند سال بعد همین جوانی که جنایت کرده، همین جوانی که زنا کرده می رود داخل خانهش، می بیند مادرش بیهوش بر زمین افتاده. میگه مادر جان چه شده است؟ مادر چشما را باز میکنه، دوباره بیهوش میشه، دوباره چشما را باز میکنه. این فرزندش سوال میکنه مادر چه شده است؟ میگه خواهرم چه شده؟ میگه خواهرت از فرزند همسایه حامله شد. میگه سبحان الله، من به اون دختر جوان مسلمان خیانت کردم، زنا کردم، خدا از خواهرم انتقام گرفت.